با یک دوست عزیزی داشتم صحبت میکردم. ایشون ازدواج کرده و توی رابطه است و خب سالها هم هست، 3-4 ساله که توی رابطه است و میگفت که با اینکه توی رابطه هستم و همسرم هم خیلی دوست دارم و رابطمون هم رابطه خوبیه، اما نمیدونم چرا باز هم دوست دارم اون آهنگایی که مثلا توی دوران حالا نامزدیم یا توی دوران مجردیم خیلی گوش میکردم رو گوش بدم و خیلی لذت میبرم از اون آهنگا رو گوش کردن. و وقتی که بیشتر با هم دیگه در موردش صحبت کردیم که خب چه نوع آهنگایی رو دوست داری و موقع اون آهنگ‌ها چه احساسی رو پیدا می‌کنی و چه چیزایی فکر می‌کنی، به این رسیدم که به دلیل اینکه ما ورودی‌های نامناسبی رو داریم در واقع وارد ذهن و روانمون، وارد جسممون می‌کنیم، وقتی که حتی به خواستمون میرسیم باز هم به خاطر اون ورودی‌های نامناسب ما نمیتونیم از اون نتیجه‌ای که ایجاد کردیم لذت ببریم. نمیتونیم به خاطر داشتنش احساس خوشحالی کنیم. نمیتونیم به خاطر داشتنش و با داشتنش در واقع راحت باشیم. مثل یک فردی که همیشه آرزوش بوده که آقا به ثروت برسه، به پول برسه و زمانی که شرایط مالیش تغییر میکنه به خاطر اون باورهایی که تغییر نکرده، اون باورهای نامناسبی که هنوزم باهاشه، فقط عدد و رقم حساب بانکی تغییر کرده، وگرنه اون فرد مثل خیلی از گدایانی که توی بالشتشون، توی تشکشون، توی خونهشون پر از پوله ولی دارن گدایی میکنن، ولی دارن فقیرانه زندگی میکنن، ولی شکلی زندگی میکنن، توی خونه ای غذایی رو میخورن، به شکلی زندگی میکنن که آدم‌هایی که 1000 تومان پول تو زندگیشون ندارن دارن زندگی میکنن. پس موضوع بحث تغییر عوامل بیرونی یا یه سری در واقع شرایط و نتایج در بیرون از ما نیست. بحث اینه که ما در درونمون داره چی میگذره و اگر که ما این باورها رو، این ذهنیت رو تغییر ندیم که احساسات هماهنگ با تجربه‌ای که به دنبالش هستیم رو به ما بده، هر چقدر که شرایط و نتایج بیرونی ظاهرش قشنگ و خوشگل باشه، از درون ما احساس پوچی، احساس خلأ، احساس نداشتن رو تجربه میکنیم.